دیگه نمیزاد مادرای ما. دنیا به خودش نمیبینه مادرای ما. مادر من هیچ وقت یک کرم به دستش نزد، هیچ وقت ندونست دستکش آشپزخونه چیه. وقتی به این فکر میکنم که توی سرمای زمستون توی تشت با آب سرد چنگ به لباسای ما میزد، از خواب بیدار میشدم میگم مادرم الان که تازه آفتاب زده آرد آورده، خمیر رو درست کرده و یه نون اینقدر پخته و دستش پر جاهای سوخته ای که این چوب سوخته تنور خورده بهش. این همه زحمت، این همه استقامت و تازه یه غذایی درست میکرد میزش جلو ما، از ما عذرخواهی میکرد. چجوری میشه قدر این مادر دونست؟ چجوری میشه عاشق این مادر تا دنیاست براش؟ معنای واقعی عشق، معنای واقعی سادگی.